یادآور میشیم که بینای قبلی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سینا هنوز سال 1958 ساخته شده از 2 آشیانه و 37 حجره کاری عبارت بود که با گذشت زمان ضرورت مطابق نمودن کار و فعالیت کارمندان به طلبات زمان به وجود آمد. همین طریق در روزهای تجلیل از جشن بزرگ عمومی ملی بنیاد بینای نو محتشم معماری عملی گردید. بینای خوشتر و معاصر از 9 آشیانه و تخانه عبارت بوده با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با رعایت صنعت خاص معماری ملی و معاصر بنیاد گردیده است. انشاء دارای 61 حجره کاری، 2 تالار مجلسی متناسباً با 360 و 130 جای نشست و یک قطار حجره های دیگری یاری رسان می باشد. همه حجره های کاری در اساس طلبات امروزه با تجهیزات معاصر از جمله کامپیوتر، میز و کرسی و جوان های زمانوی تامین کرده شده با اینترنت بلند سرعت پیوست می باشند. طرح حجره های کاری در اساس طلبات معاصر آماده گردیده است که به تامین روند شفافیت کار و فعالیت کارمندان مساعدت می نماید. در بینای نو برای 500 نفر امکان خوب کار و فعالیت مهیا گردیده است. بینای مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سینای شهر دوشنبه به افتخار جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته شده دارای شرایط معاصر کار و خدمت رسانی می باشد. بینو با تمام تجهیزات‌های زمانوی تامین کرده شده است و یک خصوصیت خوبی بینای مذکور که از 9 آشیانه عبارت است از آن عبارت می باشد که در اینجا قریب که اکثر ساختارهای ناحیوی جایگیر شده‌اند و من فکر میکنم که این برای شهروندان کارشون آسان میکنه. امروز در این بنا که هم مقامات و هم ساختارهایی که جایگیرند برای آسانی کار برای شهروندان، یعنی مسئله های جای داشته برای حل مسئله ها به طور فوری میتواند که حل کند. لایحه انشاءات از جانب کارخانه واحد دولتی پژوهشگاه علمی و تحقیقاتی لایحه کشی دوشنبه شهرساز تهیه گردیده کارهای ساختمانی در آن ماه اپریل سال 2020 آغاز گردیده بود و در مهلت معین گردیده با سطح و صفت بلند به انجام رسانیده شد. کارهای پیمانکاری و ساختمانی را در بنا متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدود ثمره‌سین به انجام رسانیده در جریان کارهای 140 نفر با جای کار و معاش خواب تامین بودند. مساحت عمومی زمین انشاءات 127 هکتار را در بر گرفته خود بینای معماری در میدان 1817.5 متر مربع قامت افراخته است. ما هیئت کارمندان مهندسی و تکنیکی کوشش به خرج دادیم که کارهای ساختمانی و وصلگری از روی طلبات معیار و قاعده های ساختمانی عمل کننده و صفت بلند به اجرا رسانیده شود. مسئله ساختمانی که در انشاءات استفاده شدن اکثریت استحصال وطنی و دارای سرتیفیکات مطابقت می باشند. رفت کارهای ساختمانی از طرف فرمایشگر انشاءات ریاست ساختمانی اساسی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه لایحه‌کش انشاءات و خدمات نظارت دولتی معماری و ساختمانی تحت نظارت قرار داشت که بنابراین ما کفالت داده می توانیم که انشاءات سالهای دراز برای ساکنان شهر دوشنبه خدمت می رساند. در تخانه بنا برای کارمندان آشخانه با 88 جای انبار و دیگر حجره‌های تکنیکی بنیاد یافته است. با مورد استفاده قرار گرفتن بینای نو معماری برای کارمندان یک قطار زیرساختارهای وزارت و اداره‌های در ناحیه سینا فعالیت کننده از جمله ریاست مالیه، شعبه معارف، اگنسی سئورت اجتماعی و نفقه، کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه سینا، مؤسسه دولتی اداره‌کنی و خدمت‌رسانی فاند منزل، شعبه خدمت‌رسانی اجتماعی در خانه و مؤسسه دولتی نگهداری باغ و گلگشت، میدانچه‌های ورزشی و بازی کودکانه که قبلا در بناهای اجاره و سالهای پیش ساخته شده فعالیت می‌کردند، بهترین شرایط کاری مهیا گردید. شرایط‌هایی که امروز برای ما مهیا گردیدن برای پیشروی کار ما خیلی خوب است. ما جوانان گفتنی هستیم که صادقانه و صافدلانه برای وطن عزیزمان خدمت می‌نماییم. بنا با شبکه گرمیدهی، نظام مخصوص هواکشی، هوا تازه‌کنی، هوا خنک‌کنی و رادیو شنوایی پیوست بوده فعالیت منظم و ثمره‌بخش کارمندان را در تمام فصل‌های سال تأمین می‌کند. با مقصد تأمین بی‌خطری در بنا کامراهای نظارتی نصب گردیده همزمان با سیستم آگاه کننده ساختار نیز تأمین می‌باشد و دارای 2 لیفت زمانوی است.
صحن بنا در دایره اقدام‌های سازنده در مساحت 5360 متر مربع سبززار گردیده، گل‌های رنگارنگ و نهال‌های آرایشی و همیشه سبز شنانیده شده است. راهروهای اطراف انشاءات با تخته‌سنگ‌های بتونی آرای یافته مساحت 2350 متر مربع سفالک پوش و 5720 متر مربع اسفالت پوش گردیده است. با مقصد تامین استراحت و فراغت باثمر کارمندان و مراجعت کنندگان در نزد انشاءات 20 کرسی زمانوی گذاشته شده توقفگاه برای واسطه‌های نقلیات بنیاد یافته است. روشنایی اطراف بنا را شبانه چراغ‌های گوناگون به طور مؤثر تامین می‌کند.